برای شما را گهی خود نخوردن یا بردن. من بچه هم از زنی دیگه میتونم دخترای قنچق شما مده در کار نیستن. واقعا این همی خیلی نوارها را وقتی میبینم خیال میکنم که حالا هم در زمان غلامداری زندگی داریم. این خشتومن بیرحمش، بد اخلاق، بی تربیه، فحشگو خشتومن هم تا این درجه را گنده میشیده، نخود زن مادر تا همین درجه را به شرم باشه که شرمگاهی بچهش نام بگیره و نوار برداری بکنه. تو از الله شرم نداشتی به همین گپی گفتگید، از مردم که شرم نداشتی، از کی باز کلین برای شما را کنیز شیده؟ از روی شریعت بر ذمه کلین واجب نیست که خسر خشتامنش یا هیوراش و قیسنگلاش خدمت کنه. اگر خدمت کرد ثواب میگیره، نکرد گناهگار نمیشوه و کسی حق نداره او را مجبور کنه، نه شوهرش نه کسی دیگر. همین رفتاری که با کلیناتون میکنه باوری دارم هرگز برای دختراتون روا نمیدانه. دختری شما را اگر همین خیر رفتار کنن چی کار میکنه؟ تلختون میکفه. والله اونا هم پدر و مادر دارن که جیگرشون پاره میشه و وقتی این خیل بدرفتاری را نسبت دخترشون ببینن. تو با این کارت کلینات شرمنده نکردی، بلکه بچه ها قطعی خودت شرمنده کردی. زیرا زن ناموسی مرد است و تو ناموسی بچه ها تا زیر پا کردی. همین کامنت ها را بخون، همین خشتومن گنده را لعنت میگن. پدر و مادرشون چی گناه کردیان که لعنتشون میگی؟ حالا آن که لعنت گفتن یک مسلمان خیلی گناهی خطرناک است. همون انسان اگر مستحق لعنت نباشه، لعنت بر سر خودت میگرده، خودت لعنتی میشوی. قنچیقشون میگی، قنچیق یعنی زیناکار فاحشه میشوه معناش، و این تهمت است در حق آنها. و طبق روایات حدیث تهمت کردن زن پاکدامن به زنا از گناهان کبیره و هلاک‌آور است. چرا نمیفهمه این را شما؟ خشتومنایی که با کلیناتون بدرفتاری میکنه از الله بترسه. قسم به ذات الله که طبق روایات حدیث در روز قیامت در عوض هر یک تحقیر و اهانت و بدرفتاری نیکی‌هاتون براش هدیه میکنه. این وعده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. روز قیامت، روز حساب و جزا، شما سخت پشیمان میشوی. در حق کلیناتون از الله بترسه.